اگر کبد چرب داری و رفتی سونوگرافی و فهمیدی که کبد چرب گرید 1، 2 یا 3 داری، این رو بدون که میتونی با خیال راحت آب یخ بخوری، با خیال راحت قهوت رو بنوش، با خیال راحت 3 تا 5 سروینگ از میوه های مختلف استفاده کن روزانه. نیازی نیست میوه خاصی یا میوه شیرینی خاصی رو تو حذفش بکنی. بیشتر این توصیه‌ای که تو اینستاگرام به تو میکنن برای کبد چرب توصیه‌های اشتباهیه. الکی زندگی تو رو دارن محدود میکنن. این رو بدون که کبد چرب در ایران 2 تا علت اصلی بیشتر نداره. یک، مصرف بی‌رویه کربوهیدرات نشاسه‌ای از طریق برنج، نون، سیب زمینی و ماکارونی هست. از طرف دیگه بی‌تحرکی و عدم فعالیت. پس در سبک زندگی تا جایی که امکان داره، حتی در حد پیاده روی هم شده، فعالیتت رو افزایش بده و از طرف دیگه سعی کن که میزان کربوهیدراتت رو محدود بکنی در برنج و نون و سعی کنی که بیشتر از منابع پروتئینی و سبزیجات استفاده بکنی و اگر این تغییرات رو لحاظ بکنی قطعاً رفته رفته کبد چرب تو درمان میشه.